شاهزاده رضا پهلوی شامگاه سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه برابر با 30 آوریل 2024 و در واکنش به انتشار اسناد جدید و تکان دهنده از قتل جاویدنام نیکا شاکرمی، یکی از دختران ایران به دست ضحاک زمانه و مزدورانش، ضمن یادآوری ایستادن ما ایرانیان در کنار مادر گرامی نیکا و خواهر شجاعش که با وجود همه تهدیدها و فشارها مبارزه نیکای ایران را برای آزادی ادامه دادند، چنین نوشتند: مرتکبان جنایت علیه نیکا شاکرمی و مسئول اصلی آن علی خامنه‌ای به دست عدالت سپرده خواهند شد. در کنار مادر گرامی نیکا و خواهر شجاعش که با وجود همه تهدیدها و فشارها مبارزه او برای آزادی را ادامه داده اند هستیم و بار دیگر از همه مردم ایران، به ویژه مردان سرزمینم میخواهم که امروز بیش از هر زمان دیگری در کنار خواهران و مادران و دختران و همسران و همه زنان ایران بایستید و از آنان دفاع کنید. آنکه در این تجاوز سازمان یافته زنان ایران را می آزارد دشمن است، دشمن شما و دشمن ایران. دفاع از زنان میهنمان یک وظیفه انسانی و ملی است. در این مسیر آنان که به دفاع از زنان ایران برمیخیزند پا جای پای سلسله بلندی از جاویدنامان در درازنای تاریخ پرشکوهمان میگذارند. دلاورانی که در برابر متجاوزان ایستادند گارد جاویدان ایران بودند تا خاک و نام ایران جاویدان بماند.